اگر دستیار دندانپزشکی رو نمیدونید چه کتابی باید مطالعه کنید، تا آخر این ویدیو همراه من باشید. یکی از چالش‌های بزرگ دستیار دندانپزشکا اینه که نمیدونن از چه کتاب‌هایی استفاده بکنن که هم زبانش رو متوجه بشن، همین که بتونه یک کمکی بده به دستیاران دندانپزشک. بنابراین من تصمیم گرفتم که یک ویدیویی بسازم از معرفی کتاب‌هایی که به درد دستیار دندانپزشکا بخوره توی فرآیند آموزشیشون و توی فرآیند کاریشون. اولین کتابی که میخوام معرفی بکنم درسنامه جامع دستیار دندانپزشکی هست از انتشارات جهاد دانشگاهی. این کتاب مفاهیم، مبانی و تمام توضیحاتی که راجع به تئوری دستیار دندانپزشکی، عنوان شغلیش، یه سری ابزارها و مواد مصرفی که وجود داره صحبت شده به صورت کامل و میتونه منبع و مرجع خوبی برای دستیار دندانپزشک باشه. کتاب دوم میشه وسایل دندانپزشکی از انتشارات شایان نمودار که این فقط داخلش ابزارها طراحی شده و تألیف شده و در مورد عملکرد و کاربرداشون صحبت شده و این بیشتر در زمانی برای دستیاران کاربرد خواهد داشت که دارن کار میکنن و دستیار دندانپزشک هستن. حتی دانشجوهای دندانپزشکی هم میتونن از این کتاب استفاده کنن. سومین کتاب در مورد کنترل عفونت در دندانپزشکی هست از انتشارات رویان پژوه و آقای دکتر مسعود یغمایی مؤلفشون هست. کنترل عفونت به صورت کامل، یعنی هم دانشجو دندانپزشکی باشین، هم دستیار باشین، هم دندانپزشک باشین، میتونید از این کتاب استفاده کنید و این کتاب بسیار کامل و جامع است. کتاب چهارم در مورد پرسش‌های دشوار و پاسخ‌های عالی از انتشارات شایان نمودار هستش. این کتاب بیشتر برای موضوعات ارتباط با بیمارانه. در حقیقت این کتاب اصلا طراحی شده چه برای دستیاران دندانپزشکی، چه برای دانشجوهای دندانپزشکی یا حتی دندانپزشکان، که در حقیقت یه سری سوالاتی که بیماران میپرسن و خیلی پرتکراره و یهو میمونه که چی پاسخ بده اون تیم درمانی، کتاب میتونه خیلی راهنمای خوبی باشه و برای کسایی که توی این تیم‌های درمانی کار میکنن. کتاب آخری هم که میخوام بهتون معرفی بکنم، پنجمین کتاب اصول و مبانی جراحی و پروتز ایمپلنت دندانی هست برای دستیاران دندانپزشک از انتشارات دن 13 که در حقیقت جمعی از مؤلفین از متخصصین نوشتن. این کتاب برای دستیار دندانپزشکانی که میخوان دوره ایمپلنتولوژیست رو ببینن خیلی عالیه. یعنی این عکس‌ها به صورت کاملا رنگی داخلشون هست و خیلی از موضوعات در حقیقت داخلشون قرار داده شده و توصیه من به شما خواندن این کتاب هست اگر دارین دوره دستیار دندانپزشکی ایمپلنت رو میبینید. قسمت اول از معرفی کتاب ها رو در خدمتتون بودیم. قسمت دومش هم خواهیم ساخت. ممنون از نگاهتون و حمایت همه شما عزیزان.